فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نوشتن سلام خدمت استاد عزیز، اگر شوهر مانع صله رحم زن مثل خواهر شود باید زن چیکار کند؟ این صله رحم یکی از در واقع دستورات شرعی و دینی هست و هیچ کسی حق ندارد که این حدود شرعی را که الله متعال برای ما تعیین کرده و دستورات و فرامینی را که به عنوان یک اصول دینی برای ما مشخص کرده، کسی حق ندارد اینها را جلوگیری بکند. به این معنی که در واقع جلوگیری کردن از این موارد می شود در واقع معصیت الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا معصیت لا طاعت فی معصیت الخالق، یعنی در موردی که اطاعت از یک بنده، از یک انسان منجر می شود به معصیت الله متعال، در این صورت اطاعتی واجب نیست و نباید به گفته زن، به گفته شوهر یا به گفته زن برعکسش هم انسان صله رحمش را ترک بکند و از خودش را از خویشاوندان خودش ببرد. منتها اگر تهدید به طلاق کرده بود که زندگیشون از هم میپاشد، میتواند اینو در یک مدتی به تأخیر بیاندازد، اما نه به این معنی که به صورت کلی قطع و صله رحم رو به صورت کلی کنار بگذارد و این در این موارد حتی مردها باید این موارد شرعی رو در نظر داشته باشند و نباید چون که یک نوع قیومیتی دارند و زن اینو از این سوی استفاده بکنند و زن رو حتی از مواردی که عبادت هست و حکم شرعی هست از اون